در صحبت ما هستند شرالی کوهستانی. چند وقت است باز این بلوگی وابسته به طبیعت کوهستان و غذا چند وقت است اداره میکنین این بلوگ؟ ماه مارت سال گذشته در دوره یک لوحه اینترنت ما این بلوگ فعال کردیم. ولی یک سال نشده است. بله، حالا یک سال نشده است. خب میبینم که نسبت به دیگر بلوگ ها خوبتر است، بهتر است، کانتنت با صفت است، سخنان بسیار سنجیده میگین، جملاتون درست است. چرا فود بلوگر؟ چرا خواستین که فقط درباره غذا در برابر اینکه طبیعت کوهستان نشون میدین خواستین که در مورد غذا چیزی تهیه کنین و خودتون هم بسیار با مزه در افیر میخورین چیزی دلتون با دانشجویانی که اولی مثلا امکانی گونه با لذت خوردن شاید کمتر دارد یا در درس هستند یا چای دیگر نمیسوزد؟ دلم میسوزد و واقعا اونها با من مینویسند که اگه شرالی زهری تنچه و فکر ما سدیت را نمیکنی یا بسیار مهاجرون مینویسند که شرالی وقت میخری فکر ما مهاجرون را بکنیم که ما در دولت دیگر نداریم این امکانیت. اصلا نشان دادن طعام های خوردن طعام ها و نشان دادن طعام های ملی این یک کانتنت ایلواگی بود که برای من ابونچی بیارد با صفحه‌ام و اصلا هدف ما نشان دادن موضوع های عرف و عادت و عنعنه‌های تاریخی مردم کوهستان است که آنها رو نفرانی که سال‌های زیاد است که از محیط دیگه برآمدند و دوباره تماشا کرده و خود را در همون محیط احساس کنند. ادامه دارد شو برنامه امکان و در مهمونی ما شرالی کوهستانی قرار دارند و فکر می‌کنم که ما دوام میدیم. خب شرالی، ولی نظر مردم با این بلوگ چگونه است؟ در مجموع معلوم است دیگر مردم می‌خواهند که این صورت تماشا کنند، اما متخصصان چی میگویند و آیا ما در کشور نفرانی که مثلا بلوگینگ بسیار خوب فهمند و شما را تحریر کنند داریم؟ کی مثلا از جمله مثال مرا پس هم عادتاً رستم گلوف و زرینه ارگش و نورانگیز رستم زاده اینها نفرانی بودند که از آغاز تا حاضر با من کار کرده ایستادند و پس و پیوسته با من توصیه میدن که شرالی انا قسمت نظر کنن، قسمت علاوه کن که نوارهای خودت با صفت جالب و یعنی دیدنی شوند و من در تهیه همینها در یعنی در چه بگم آنها با من کمک میکنن که من نوارهایم رو اصلاح کنم. یعنی همین بلوگ هم در زمینه یک لایحه پیدا شد خیلی؟ ولی یک لایحه اینترنت بود که برای بلوگران جوان بود و من در دوره همین لایحه اینترنت از نول همگی 127 پادپیشچیک داشتم و در یک مدت خیلی کوتاه زیاد از قریب 14000 ابونچی شد و اخوات صفحه باشد از میلیون زیاد است. یعنی یک نواری عادی ما رو زیاد از 100,000 میبینن، یعنی بیننده میانه من. بسیار خوب و شاید برای این است که شما ولی کم کم بعضی ما محصولات رکلام هم کرده ایستادین. بله بله، اصلا یک چند پیشنهاد بود از جمهوری ازبکستان و از تاجیکستان. من گفته بودم که تا 10,000 شدن ابونچیانم همه گونه رکلام در صفحه من رایگان است و حالا که با 20,000 می رویم و این یعنی با یک تخفیف خیلی خرد من رکلام میکنم و نیت دارم که بعد از 20,000 شدن ابونچیانم شاید با یگان منیجر خوب همکاری کرده یک رکلام را نیز یک نرخ معین و یک وقتی معین دنیز قبول کنیم. بسیار خوب. و باز چی مثلا دارد خودی کوهستان که شما میخواید اون رو با واسطه کانتنت پیشنهاد کنین، چی دارد که شما حتی دولت رو با کوهستانی وصل کردین؟ خب من چندین سال در فیسبوک فعال میکردم ولی مردم اونقدر زیاد من رو نمیشناختن. همگی چند ماهی که در صفحه اینستاگرام کار کردم و من تخلص کوهستانی را موندم که زیادتر کانتنت های من از منطقه کوهستان بود و مردم در یک مدت خیلی کوتاه ما رو با شرالی کوهستانی شناختن و حتی در خیابان های شهر نیز بعضا وقت با میخونم که مردم میگن که شرالی کوهستانی سلام. یعنی ما در منطقه کوهستان زیاد سفر میکنیم، در اونجا نفرانی هستن که واقعا کارهایی میکنن و نشان دادنش برای دیگران نمونه عبرت است. مثلا کاری اخیرتون که فکر میکردید که اولی فکر میکنید که برای بیننده شهرنشین بسیار جالب است، صحبت کی بود؟ خب قهرمان نوبتی من یک مردی است که در ناحیه تیمور ملیک زندگی میکند. بسیار یک طبقهای غیر عادی رو میسازد، طبقهای 3 اتاژه 4 آشیانه 5 آشیانه میسازد و در یک طبق عادی ما میتوانیم هم خوراک هم سبزوات و هم دیگر سلطهای علاوه‌ای رو جای کنیم. عادتا در طبق طعام خوردن مردم این
عادت خاص مردم کوهستان است و زیادی مردمی که در شهر زندگی میکنند ما از کوهستان به وی رسیدند و فکر میکنم که نشان دادن همین طبقه غریادی و در محیط دهه و در سر یک طبق نشستن مردم خوشحالانه خوردن طعام برای مردم خیلی پسند میآید. خب شما تا این وقت از ولایت مختاری کوهستان بدخشان اینی که میگونه برنامه داشتین از خطلان و قبل مردم میگیم از خودتون از دیگه. خب ولی میبینم که با توقی و خانی میگردید، مردم اهمیت میدن به توقیتون؟ گفتید که میپرسن که شما از وخان هستین، از کجا هستین، اینی که مردم ولی هم با این چیز اهمیت میدن؟ بله، چند نفر با من مینویسن از آبونه چونم که شیرالی تو از بدخشان یا از خطلان از کجایی برای من نفهم است، چون که من در سرم عادتا توقی بدخشانی میمونم و صحبتم با مردم خطلان یعنی مانندی میکند. یعنی این هدف در چی است که من شیرالی کوهستانی هستم، من ترغیبگری عرف و عادت‌های مردم کوهستان هستم. این نه تنها فراگیری مردم خطلان زمین باشد بلکه هدف من نشان دادن عرف و عادت‌های تمام مردم تاجیکستان است و من این توقی بدخشانی را در سرم میگذارم که من با فرهنگ و عرف و عادت‌های همه منطقه‌های تاجیکستان حرمت و احترام میگذارم. بهترین و خیلی باید همین طور باشد. و من فکر میکنم که اونایی که دور از وطن هستند بیشتر با این کانتنت توجه دارن، به خاطر که وقتی از وطن دور باشی اما یک جویبار و آبی که شما نشون میدید دین ما مثلا همون پادابانی را نشون دادین. وقتی که ما خورد بودیم و زیق هم میشدیم بعضا وقت میگفتیم این بناباتی پودا رسید نمیرفتیم و حالی آرزو میکنیم که میگن امکان فراهم برسد که یک روز در یک طبیعتی بسیار پر هوا و پر از گل و سبزه و بسیار راحت اونجا خودبانی کنی و سیر کنی، تماشا کنی، دمی بیغم بزنی. واقعا این چیزا رو در این دوری ها آرزو میکنی واقعا. ولی من امکان دارم که یک نفر دیگر را کرایه کنم و مثال پادوانی مرا ولی که من به خاطر که خودم در همون محیط باز احساس کنم و وقتی که در همون محیط باشم حتما یک کانتنت جالب میبرد خودم کوشش میکنم که هر نوبت پودا برام. دیروز یک همون جامعه سنبقه را گرفتین، یک جوشنش نشون دادین که درونش خالی بود، چیزی خورد است بیچاره را. بله متاسفانه این بهار را ندید. شما گفتید که کسی از شهر فرمایش داد که همون نمیدونم جامعه سنبقه را بیار گفت. ولی همین خیلی اخلاصمندو هستن با من میگن که شیرالی با این چیزا با جادوگری و چیزا نکنم باشه. من ایشان نمیدونم، فقط گفتن که با کانون در دوام بخشه امکان باشه که هم خیلی جامعه سنبقه پیدا شد برای ما بیارین گفتم. برای حیات مردم کوهستان است. خب من درباره کدام پهلوی فرهنگ و نمیدونم انعنه‌های کوهستان بازم میخواید که شما یگان کانتنت نو پیشنهاد کنین؟ درباره چی چیز برای خودتون شخصا جالب است از حیات مردم کوهستان؟ خب برای من زیادتر جالب است که وقتی نگاه کنین مردم طریق حشر همه کسا جمع میشوند و تا اونهایی که حاضر در پایتخت در دیگر جایها زندگی دارند در روز حشر میروند به دهه و طریق حشر یگان کاری رو میکنن که مبلغ زیاد میرسد. یعنی یگان دهه رو آباد میکنن، پول میسازن، راه میسازن، آرامگاه رو آباد میکنن، اطرافش رو محکم میکنن یا اینکه گروه شده به نیازمندان همون دهه کمک میرسونن. عموما دیگر کارهای موسمی است که نفرانی بیننده کودکی خودش رو یاد می‌آورد، از جمله گوچرانی، درآویدن گندم، دیگر بازی‌های کودکانه. عموما در محیط دهه با مشغول شدن با چاربوهای خانگی، همزمان تل و تپه‌هایی که در آنجا کودکان و نورسان با نداشتن میدانچه‌های ورزشی محض در همون جای‌ها گشت و گذار می‌کردند، آن جای‌ها رو نشاندیم. همزمان منطقه‌های تاریخی و عرف و عادت‌ها و فرهنگ‌ها مثل لباس‌های قدیمی، خوراک‌های ملی که محض خاص مردم همون منطقه است یا اینکه مردم همون منطقه بغیر از مهاجرت به کدام کار مشغول هستند که زندگیشون رو پیش میبرند؟ آیا آنها واقعا از محیط امروزه، از شرایط داشته امروزه خودشون راضی هستند یا اینکه یک جوان اگر که کوشش کند میتواند که زندگی خودش رو موفقانه در محیط دهه پیش برد؟ میخوام در عموم همین ها رو نشان دهم، یک زندگی آسایش‌تر رو. یعنی شما سمت فعالیت خود رو در چند سال اخیر عوض کردنی نیستید معلوم میشه، یعنی که در همین سمت دهه انعنه‌ها هر چی که زیبایی است و بدیهیاتی بود. بله، برای که اودیتوری ما امروز به نهایت اگر من در حدود یک هفته یک کانتنت نسازم یا استوریس نکنم با من پیام‌های زیاد میاد که اکه شیرالی چی با صحیفت خالیه یا اینکه اگر نوار نو نیست ما به نهایت انتظاریم، اگر اون کمک از ما باشد مرحمت مهم که از سطح محل یک نوار برای ما آماده کن. ما همین نوشتن و درخواست مردم مرا مجبور میکند که من حتما یک چیز بسازم و این نیز فکر میکنم که با منفعت خودم نیز هست، مردم ما رو میشناسند و در آینده مبلغ خوبم کار کردن ممکن است از این رو و یعنی اون محصولاتی که با موضوع من علاقمندی دارد در ترغیب آنها.
беҳтарин. ва мо дар эфири мустақим суҳбат дорем бо Шералӣ Кӯҳистонӣ ва дар мавзӯи блог, дар мавзӯи ҳарчӣ ки дар блоги онҳо муаррифӣ мешавад. ва Шералӣ, ман медонам ки аксарияти контентҳое ки дар Тоҷикистон аст, аксарияти ҳамун интернети тоҷикиро таваҷҷӯҳ мекунанд муҳоҷирон. умуман занг мезананд, менависанд, чӣ мехоҳанд онҳо, чӣ мегӯянд барои шумо? ва саволи дигари фикр мекунам ки дар зеҳни шунавандаи мо пайдо мешавад ин аст ки онҳо барои шумо кӯмаки молиявӣ ҳам мекунанд? خب این حال نه، لیکن آنها هوسمند هستند و می نویسند که مثال یگان توفه بیاریم و از خارج برای تو یگان کمک رسونیم که در فعالیت شما یعنی کمک رسوند و از همه کاری کلانی که ماجرا میکند این برای من انرژی نوتر میبخشد. این دستگیری آنها است که آنها کامنت های خیلی خوب مینداری می نویسند که شرالی وقتی ما کامنت های ویدیوهای تو رو میبینیم کوشش میکنیم که یک روز هم که باشد بر وقتر به تاجیکستان بیاییم. همینش برای من کفایت است که دل یک مهاجر هم که باشد خرسند کنیم. و شرالی از همه مهم فکر میکنم که این بودنی توریسم داخلی است. این چیزی بسیار مهم است که مثلا از خطلان بدخشان بریم، از بدخشان سوخت برویم، از سوخت مثلا وادی حصار و رشت و نمیدونم از جای دیگر را تماشا کنیم. خب و شما در ترغیب همین چیز یک نقش دارین، کمک با قوای خودتان، یعنی با یک اسمارت فون این کار انجام میدین. مثلا از کمیته سیاحی یا از کمیته نمیدونم کدام یک مقامات دیگری که با سیاحی و جهانگردی و با تبلیغ این چیز مشغول هستند، یا از کدام یک تلویزیونی که صحافی داریم، این که کدام یک پیشنهاد داشتن با شما که همکاری کنیم؟ نه، اصلا یگان این گونه پیشنهاد نبود. برعکس چند بلاگ هایی که در اینستاگرام تاجیکی محض با همین نشان دادن موضوع سیاحی تاجیکستان فعالیت میکنن و من نوشتم که چند نوارهایی که دارم همون نوارها را برای اونها تیم تا اینکه اونها در صفحه خود گذارن و فکر میکنم که در آینده خیلی نزدیک چنین امکانیت های همکاری ها میآید برای اینکه از تجربه ها میگم چند دیگر مقامات ها، تشکیلات ها و نفرانی که به این کار توجه دارن با من مراجعه میکنن، از جمله همین وزارت کارهای خارجی که چند نفر از دیپلمات‌های دیگر دولت‌ها رو با موضع سفید را بردن، حتما ما را دعوت کردن که یک نواری عیناً همون نوارهایی که در سایت کوهستان آماده میکنم برای آنها آماده کرده دیم. بهترین این علاقه خوب است و باید همین طور هم باشد. خب شرالی، از حیاتی اویله خودتون است همون بزیچو رو نشون میدین و علف و هرچی این اویله خودتون است؟ بله، هر چیزی که من نشون میدم در محیط خانه خودمون است و من کوشش میکنم که باز زیادتر کنم برای که مردم توجه میکنن. من باید در خونم زرگوش داشته باشم چون که حاضر نیست، باید داشته باشم و دیگر جانوران خانگی رو حتما من باید داشته باشم. اینا بیننده ها گفتن؟ بله، من نگاه میکنم که نشان دادن یک بزیچه برای مردم خیلی فورم است و من اگر دیگر جانوران که داشته باشم در خونه همه روزه به یگان تنقیزی میتونم اونها رو نشان دهم. خانگی چی میگن؟ نمیگن که شرالی کاری بسیار آسان است، ساده است، یگان کار جدی مشغول شدن نمیگن؟ نه، خانگی نمیگن. اصلا مردم دهات عادتا یک قسمتش کمی ساده هستن و میگن که شرالی کاری که میکنی و قدر کاری خوب نیست، رو یگان کاری کن که درآمد داشته باشد. لیکن در پشت همه موفقیت من این اوچاجون هم ایستاد، چون که اگر من بگم که اوچاجون برای همین یک ویدیوی من باید این همین خانه را چپا کردن در کاری که ویدیو خوش رو بیا و روزی میشود، کلا روزی میشود. و برعکس اگر همین شب روزم اگر یگان باز گوسفند اگر تولد کردنی شود در حال من فایرون میکنه شرالی بیو یک یگان جوشاسیون کنه که دستگیری میکنم. علاقه مادرتون پدرتون است و این بسیار مهم است. خب شرالی، وقتی که مثلا آش نهار و بعضی معرکه‌های دیگری همسایه‌ها رو هم دیدم که شما با نوار میگیرین، خب از اونها اول میپرسین یا که اونها خودشون شما رو دعوت میکنن مثل اینکه مادرتون این کارو انجام میده؟ من مثال همه در محله کجایی که آش نهار شود فیرود کنن میرویم و یک قسمتش رو ثبت میکنم، یعنی اونهایی که کانتنت های ما را تماشا میکنن و اونها میفهمن که این کاری من بر مثال خلاف یگان قانون نیست یا که بر همون خاندان ضرر نمیرسوند، من میدونم که وای درک میکنن این چیزا حتما بعد وای میکنم نوار میگیرم. برای که بسیار جایها دا بودیم و وقتی که ما حال تلفن اکسام نبردم مردم میگوید که بچه‌ها خوش رو بخینه که شرالی با سیام کتو نکنه. به هر صورت ولی وقتی که مثلا اینترنت بعضی‌ها با مقصدهای دیگر استفاده بردن، بعضی را با نوار گرفتن تحقیر کردن، بعضی را با نوار گرفتن نمیدونم قلابی هم کردن و چیزی طلب هم کردن، برای این مردم کم تر از همین نوارو و از این چیزا میترسن بفکرم. ولی فکر میکنم که شما نشون میدید که واقعا همین یک میشد که اینترنت رو میشد که یک اسمارت فون رو با مقصدهای نیک استفاده برو که برای اونها منفعت داشته باشد. خب حالتی که مثلا شما کدام نوارتون بحث برانگیز شده باشد نبود؟
خب در فیسبوک زیاد بودن لیکن در شبکه اینستاگرام اصلا چنین نبود و بود در موردی آماده کردن خوراک قروتاب و وقتی که من قروتاب با دستم خوردم یک قسمتی مردم نوشتن که شیرالی خوراک نخود در اصل 21 با دست بخوری و قسمت دیگر همون آدمی نویسندگی را داشتن بودن که این قروتاب اصلا نباید مردم با دست بخورن و یک خوراک دیگر را با قاشق خوردم با مردم نوشتن که شیرالی زیبی توجگی با دست خوردن یعنی مردم هم هیچ وقت قانع کردن نمیتونه و اون روز وقتی که شما از کدام یک نمیدونم کافی بریک بود چی بود شما محاسبه را خیلی پشت با پشت گرفتین یکم کس نمیش که شیرالی بسیاری بعد گرفتین نگفت گفتن چند نفر گفتن شما یک خیلی گپ زدی که میگم کمیتری ما را خونده باشین در صفحه شخصی چند نفر نویسندن گفتن که این ساختن نشان دادن خوردنی ها این کانتنت های ایلواگی من است چون که مردم نوبسته از یگانشی با موضوع های خوردنی خیلی زیاد اهمیت میدن واقعا هم خیلی است واقعا اهمیت منم بدتر بعد اینکه شما پیشنهاد کردید پیش از شما هم مثلا بعضیا بودن دخترها بودن چی میپختن تورت نمیدونم کدام یک چیزای دیگر میپختن این واقعا دیگه پروسس است واقعا اینم در کار هست برای زنها لیکن وقتی که شما از حیاتی کوهستان به کدام یک دکوراسیا ببینید اون وقتی شما نشون میدین این یگان رسام در کین استودیو خیلی دکوراسیا ساختن نمیتونه برای که چیز طبیعی است خود طبیعت کوهستان نشون میدین و این بسیار جالب است شراری من میدونم که شما غیر از این تجربه که دارین در اینستاگرام شما با کاری رسمی هم دارین نه در گازیتا کار میکنین بله حاضر این زمان محرر روزنامه استقلال نهایت امام مالک هستم و فعالیت رسمی هم همین روزنامه است و روزنامه رو خیلی کار روزنامه عادتا من که در شهر تجربه داشتم و در اینجا کار زیاد میکردیم در سطح محل کار برای من خیلی آسان است چون که صحیفه روزنامه کم است و من این را میتونم که در مدت یک هفته مثلا با پروگی از اودش برایم و وقتهای خالگی از محیط دهه از محیط ناحیه ثبت کرده و در سامانه‌های اجتماعی گذاشتن این هم ترغیبی همون سطح محل ناحیه خودم است یعنی سرمایه‌گیر هیچ ایراد نمیگیرد که این کارا نکن سرمایه‌گیر من خودم اما ردال ما به خاطر که مثلا از در اطاعت مقامات اجرایی هستین و مثلا همون کوراتور یا نفری که مثلا تنظیم میکنند هیچ ایراد نمیگیره نه اصلا رئیس نهایت امام مالک شیرالی حسن‌زاده در اکثریت جلسه ها مرا وای میکند دستگیری میکند که وقتی همین نوارای شیرالی را در فیسبوک میبینیم یا در اینستاگرام میبینیم لحظه هم که باشد خاطرمون خوب میشود خاطر وایمون خرسند میشیم گفتن یعنی دستگیری میکنن واقعا باید خیلی باشد به خاطر اینکه ببینین برای تیار کردن یک رولیک من نرخ در افیر نمیگم برای که شنوندگان نترسن ولی وقتی که مثلا از خارج دعوت میشود یک گروه کوری و یک رولیک میسازن این مبلغ خیلی کلان است خیلی کلان است و من میدونم چقدر مبلغ است که نمیگم در افیر ببینین که شما این کار در سطح محل به خاطر مثلا ترغیب زیبایی ها بسیار بگیم که رایگان و از صمیم دل اجرا میکنین و بسیار خوب است و از همه مهم همه کارا من خودم تنها میکنم خودم نواربردار خودم تنظیمگر در اکثریت با ماشین خودتون یا با تاکسی و اگر در حدود ناحیه باشد با دوچرخه میگردم و از ناحیه بیرون باشد با تاکسی و از همه مهم در بعضن حالت‌ها خودم قهرمان میستم و آدم‌ها میپرسند که نواربردار کی است هر نفری که در نزد ما است همون میتواند برای من نواربردار باشد من رکورس خودم انتخاب کرده تلفن رو میدیم و در عیناً همون خود واسپ میکنم فکر میکنم که بعد این صحبت البته ماشینم پیدا میشه آدمش خوب میشه بله والا و اینا فکر میکنم که اونایی که زاده کوهستانن اونایی که آبادان کوهستان خوندن بسیار خوب میدونن خب بلاگرای دیگر وقتی که تماشا میکنین چی فکر میکنین شیرالی وقتی تماشا میکنین میبینین که اونجا حتما باید یه چیزی خنده‌آور و تحقیرآمیز بگن یا که نمیدونم بعضی وقت بلاگرها رو من تماشا میکنم بعضیش اینقدر مغرور و اینقدر متکبر هستن که فکر میکنم کانتنت یا نور تماشا کرده هم نمیشن واقعا هم سبب زیاد شدن چنین بلاگرها من فکر میکنم که در داشتن اودیتور می باشد و آنها وقتی اگه نواری تحقیرآمیز آماده میکنن زود یک اودیتور زیاد به دست میارن و فکر میکنن که ما همین گونه کانتنت ها برای جمعیت امروزه جالب است ما لیکن متاسفانه این گونه نیست
خب بلوگر باید کاری کند که با تاثیرش با جمعیت رسد. دلخواه بیننده عادی از همون کانتنت یا آماده کرده بلوگر یک موضوع نو، یک خبری نو، یک چیزی فایده‌آور به خودش رو گرفته تواند و متاسفانه یک قسمت جوانان فکر میکنند که بلوگر این تلفن رو گرفتن و درباره یک زن و درباره قرض ندادن کدام یک دوستش باید صحبت کند که این اصلا از محیط از موضوع بلوگری و بلوگ نویسی دور است. من فکر میکنم و ببینید که امروز ما انگوش شمار لیکن پیدا شده ایستادن بلوگرانی که بر نفع جمعیت کار میکنن، از جمله زبان آموزان دیگر نفرانی که بله بخیر اینو تجربهشون خوب است. شلال یک چیز دیگر وقتی که شما کسبی خوندین فاکتور ژورنالیستیک را ختم کردین، همون قالبایی که هستند معیارها و قالب‌ها و همین چیز در بلوگ نویسی خلل نمیرسونند برای شما، برای که اکثریت اونایی که معروف شدند و بلوگشون اونا نفرایی هستند که همین قالب‌ها رو نمیدونن، همین قاعده ها رو نمیدونن و از قالب‌ها بیرون که هستند مردم هم به اونا توجه میکنند. خلاص این چیز برای شما خلل نمیرسونه؟ نه، این چیز برای من خلل نمیرسونه، برای که من با اختیار خودم کار میکنم و چند قانون‌هایی هست که از روی ژورنالیست که باید ما این طور عمل کنیم، این خیلی عمل کنیم، لیکن فکر میکنم که ما همون قالب شکستن ها امروز جوانان رو موفق میکند و لیکن جنبه دیگر همین که نفرانی که از مکتب ژورنالیستیک گذشتن اونها زودتر میتونن که بلوگر موفق شن، برای اونها میدونن که خبر چیست و چگونه خبر رو پیشنهاد کرد با مردم و اونها میدونن که کدام موضوع ها بر نفع کدام مردم است، اودیتوریشون کی هستن. یعنی یک زمینه خرد علاقه از مکتب ژورنالیستیک که گذشته باشن یک زمینه دارن و اونها زودتر میتونن در جوده بلوگری نیز موفق شوند. هر سال 150 نفر شاید که 150 نفر ختم میکنن فاکتور ژورنالیستیک. چرا نمیونن اقلا نمیگن صفحه خودشون نمیکشونن که موضوعی و در موضوع گوناگون کانتنت تیار کنند و همین فضای اینترنت تاجیکی را کمتر بهتر کنند؟ چرا؟ خب شاید اکثریت اونها میخوان که در پولدار شوند و اونها زیادتر از پشت پول میروند، لیکن در این کار در ژورنالیست هم در بلوگ نویسی هم اول مشکل است، پول نداری، معاش کم است، لیکن صبر کرده و کار کردی فکر میکنم همه اینها به دست میآید و جوانان زمین است که در دوره دانشجویی ما وقتی هم کورسان یگان ردکسیا میرفتن یک ماه دو ماه سه ماه کار میکردن، معاششون از 300 تومان که بلند نمیرفت در کار بس میکردن، لیکن استادان با ما میگفتن که اول نام پیدا کنید بعد نام خودش میآید. در بلوگ نویسی هم همین است، اگر ما نام پیدا کردیم نام میآید. چه نقشه‌های دیگر دارین شرالی؟ نقشه‌های همین بزرگ شگرین که کدام نقشه‌های بسیار مهم دارین؟ خب نقشه‌های از مهمی من همین است که ما حرکت میکنیم که هر چیز زودتر صفحه ابونچونم از 100,000 گذارد و بعدا من باید با دیگر بلوگران اثبات کنیم که جوانان تاجیک نیز میتوانند بلوگ نویسی نمونوی در عرصه جهان باشند و کانتنت های ساخته بلوگ نویسان تاجیک میتوانند که با کل مردم تاجیک از جمله با بودجت کشور تاثیر خوب رساند، یعنی سیاحان رو جلب کند، دیگر منفعت ها داشته باشد و ما باید اثبات کنیم و من میخوام اثبات کنم که بلوگری این تحقیر، مسخره و دیگر کارهای فچی نیست که امروز یک قسمت بلوگرها در صفحه خودشون نشان میدن. بهترین. خب شرالی برای کار برای شما زنده باشین. طبیعت تاجیکستان و خود تاجیکستان قدر بای است که برای شما برای 1000 سال مواد میرسه. امیدوارم که زیبایی‌های تاجیکستان نشان میدین و دنیا را مفتونی آب و خاک و سنگ تاجیکستان میکنین. زنده باشین. تشکر زیاد. من هم از فرصت استفاده بودم. همه شنوندگان رادیو از پلوس رو با موضع زیبا منظری منطقه خطران دعوت میکنم بیایید در منطقه کوهستان زیبای ما سر یک پیاله چای صحبت میکنیم. بهترین. زنده باشین.